چه اتفاق رخ خواهد داد اگر روز تکنولوژی از بین برود؟ با نظر من بهترین اتفاقی که رخ خواهد داد همین از بین رفتن تکنولوژی است. خودت یعنی مطلق مخالف تکنولوژی است؟ مطلقاً. بسیار گپ خوب. و این جالب چی است؟ گپی که خودت گفتی در پیشروی تلویزیون کسی باسونی نمیگن، اما گپ دل 99% افغان است. به نظر من اینم بزرگترین مشکل این موبایل کامپیوتر است. 100%. السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه اکسپلین اکس، جایی که موضوعات مبهمه دربارش گپ میزنیم. من متیولا صافی هستم، یکی از رفیقایی که اینجا گپ میزنم، یکی دیگه و کدام دستاورد خاص ندارم که دربارش بگویم. دیگه بریم به طرف شعیب جان. سلام علیکم، شعیب احمد بهسودوال هستم، یکی از هست‌های اکسپلین اکس، همراه ادیب جان. سلام علیکم، من ادیب شمس هستم، یکی از اعضای گروپ اکسپلین اکس که میخوایم یک موضوع را امروز. خب سوال در کجا بود؟ برنامه اول از اصلا آماده نیست کسی و عنوان را که انتخاب کردیم یک عنوان بسیار زیاد مشکل است. دیگه عنوان برنامه تکنولوژی و هوش مصنوعی است. یک بحث بسیار زیاد مشکل و سوالایی که آماده شده شروع میکنیم یک به یک دربارش گپ میزنیم. چه اتفاق رخ خواهد داد اگر روز تکنولوژی از بین برود؟ یعنی امروز اگر تکنولوژی از بین بره چی میشه؟ ایره کی اول دربارش گپ میزنه؟ کدام گفتنی دارین؟ با نظر من بهترین اتفاقی که رخ خواهد داد همین از بین رفتن تکنولوژی است. در این عصر فعلی نظریه را که ما دارم. خب خودت یعنی مطلق مخالف تکنولوژی هستی؟ مطلقاً. بسیار گپ خوب. و این جالب چی است؟ گپی که خودت گفتی در پیشروی تلویزیون کسی باسونی نمیگن، اما گپ دل 99% افغان است. با شمول خودم، اما با این رقم بفیلتر نمیگیم و پادکست جایی است که میتونیم بگویی، چرا که کدام دایرکتر نیست، یک دایرکتر است اونم گپ شکست طویل نمیگیرن دیگه. خب خودت یعنی مطلق مخالف تکنولوژی هستی، باید گوسفندچرانی کنیم. گوسفندچرانی چوپانی با نظر خوش ما یعنی جج قضاوت نمیکنیم. اینمی نظریه را که من فعلا گفتم، اینمی با نظر ما هر کسی که یک خدا مومن میگه از لحاظ دینی و دنیا پیش میره باید خلاف تکنولوژی باشه، به خاطر که غلام ساختن انسان پابند کردن و خیلی هزار مرا چرا دایرکتر با پوز خورد. برای سعی کت نمیشه دقیقمش نباشه. کت نکنم. نه پادکست خوبیش داینامیست، تو باید اورجینال باشی. اورجینال دایرکتر ما با پوز خورد. بخشید سکتگی جان شد. خب ادیب جان نظر خودت چی است؟ والا نظر ما میمی چیزش باشه. چی میگی؟ این واقعا دیگه به خاطر از اینکه تا که تکنولوژی که از این وقت که تکنولوژی می 100 سال اخیر خصوصا وقتی که پیشرفت شده، کشفیات زیاد شده، تا که تونستن از کشفیات به شکل منفی در مقابل انسان ها و جامعه استفاده کردن به یک شکل. اول مثلا امو فایده شان نشان دادن برشان که اینی فایده را میته برکن، اما بعدا سر از او هر رقم پلان ساختن و گفته شعیب جان که کنترل هم میکنن و به یک شکل قید نگاه کردن. جالب است، کل ما موافق هستیم. ما قلبا اگر بگویم امروی گپایی گفتیم بیخی موافق هستم که شیاطین و جنیات و انسان ها و کنترل و کل چیزایی که گفتیم سی است. ما از دل اگر گپ بزنم ما تا یک جای چی هستم، اما اگر بخوایم یکم منطقی تر معلوم شوم یکم چیم تکنولوژی بیخی اگر چوپانی هم کنیم خواهی زوربند هم یک تکنولوژی است، خود لباس یک تکنولوژی است، خود رام ساختن گوسفند هم به شکل میتونه یک تکنولوژی باشه. رمچرانی چوبه که کتش رمه را چی میکنه یک تکنولوژی است. به خاطر یک هوش پشتش باید باشه مثلا. یک هوش خود تعریف کتابی تکنولوژی یک وسیله که توسط انسان‌ها به خاطر حل کردن یک مشکل یا تغییر انوایرمنت یا محیط ساخته شده باشه. این تعریف تکنولوژی است. دیگه که اگر از حساب ببینیم زنجیرک پاترون هم یک تکنولوژی است، دیگه آینک هم یک تکنولوژی است، دیگه
تو زود که اگر افراد کنیم یا تفرید کنیم در صورتش چی اگر ما بگیم 100% من علاقمند تکنولوژیستم که در اون صورت هم اگر قلبا گپ بزنم اصولم به نظر من قدر زیاد چیز بد یا دور از تصور نیست. مثلا زن ربات خیر گپ دیگه سو میریم تکنولوژی را که ما بعد گفتم یعنی خلافش هست و هر چیز هست که یک چپ داره. اینه خود چپ توسط کی ساخته شده؟ مثلا چپ یا به عنوان یک برین استفاده میشه، یک ذهن. ما اون چیز را میگم که هر چیزی که یک چپ داره او میتونه که مثلا کارهای را کنه که امیال هوش مصنوعی را مثلا میگیم. هوش مصنوعی توسط کی ساخته شده؟ چطور با آسانی قدر معلومات را که انسان کوشش کنه در سالها پیدا کردن نمیتونه در یک ثانیه پیدا میکنه. این تکنولوژی هیچ ممکن نیست توسط انسان ساخته شده باشه. پیدا کردن معلومات چقدر گپ خوب است. صحیح معلومات میخوای بتونی پیدا کنی. اگر این سو ببینیم تکنولوژی بسیار گپ خوب است، اما به نظر چند درصد از این جمعیت فقط به خاطر پیدا کردن معلومات از این تکنولوژی استفاده میکنه؟ فعلا اکثریتش چون در اوایل اینترنت یک وسیله به خاطر دیدن فیلم‌های مبتذل بود و بسیار یک نام بعدم پای مثل که کریپتو فعلا کریپتوکرنسی هم یا ارزهای دیجیتالی یک وسیله برای قمار یا برای شرط و یک وسیله قمار شده. اینترنت هم در شروع هم یک وسیله دیدن ویدیوهای چی بود. و از سوال دور شدیم، میخواد سوال جواب ندادیم. نظر به تخیل خودت گفتی اگر تکنولوژی امروز از بین بره چی میشه به نظرت؟ در یک دنیای تخیلی میریم. فعلا آمدیم در بحث اخلاقیش که خوب است یا بد است، دیگه رفتیم میخیم. اگر از بین بره چی میشه به نظرت؟ اول خود قدر مردم که تو تکنولوژی وابسته شده که شاید اول راه خود بخی گم کنه. شاید حتی دیوانه شون. حتی شاید تو به جنون برسن. یا بسیار هوشیار شون. یا شاید هم بسیار هوشیار شون. بسیار سختی شاید هوشیار شون. به خاطر هیچ آسان نیست که انسان خود در یک روز تغییر بده که عادت را که سالها باش در یک روز یک انسان مختلف شون. اول خود کلاگی شکارچی میشن، ترمود آن میشه. بسیار سخت. چی شکار میکنی؟ کلا خوب باز تعریف تکنولوژی را شاید جان یک کمک چی کرد که چیزی که ترانزیستور یا چپ وقتی که نال تو داری که مثلا باید از بین بره و قرار بنده در جنون بره، خودت هم در جنون میری. تو باز چی نظر بدی؟ یعنی خودت هم قرار از بری دیگه در جنون خود شما هم شاید اشخاصی باشید که تکنولوژی امکان داره، چرا نه؟ شاید هم متشائم. یعنی جنون رفتن قبول داریم؟ جنون رفتن قبول نداریم. اما امکان رفتنش هست. ولی نمیشه که دنیای تخیلی دیگه یک چیز تخیلی است. یک نمیشه که بگی های نمی دقیقه. اما اگر از حساب دینی هم بگی که میگن نزدیکای آخر تکنولوژی به قدر چیزی که حالا ما تو داریم قسم شاید نبونه. کل چیز دور میخوره به شمشیر تیر اسب و قصه‌های مفتوده دیگه خیلی وقت هم کلاگی دیوانه شده به نظر. نه دیوانه خدا خواهد شد. یعنی انسان این تکنولوژی ذهنشه بسیار نم ساخته، یعنی با آسانی تفکر کردن نمیتونه. مثلا انسان فعلا می سیستمی که ساخته شده نه که مثلا یک انسان وقتی که در جوانی میرسه در مقابلش کدام راه می باشه، راه را انتخاب میکنه که دیگه نفراز پشت از راه روان است. اینمی توانایی تفکر انسان است که از بین رفته است که از پشت یک انسان دیگه میره. در اینجا فرق بین انسان و گوسفند هیچ نمیشه. و چیزی که انسان ها از گوسفند و از دیگه حیوانات جدا ساختن توانایی تفکرش هست. توانایی تفکر سیست، اما کتابی نیست. کتاب زیاد از نظر کی هست؟ یک آدم هست نمیخوایم نامش بگیرم، یووال هراریس، که میگه چیزی که انسان ها را خوب نمیشد دیگه که باز خوب اگر چه خوانده کلگین از جمله همون کسایی است که انسان ها را گمراه کرده و که شیطان معامله داره. خونه گناهش نمیرم گور گردنش نوشته جالب دارن. اون میگه چیزی که انسان ها را از حیوانات متفاوت میسازه ایمان است. او به این رقم نمیگه. او به شکل کو میگه انسانات توانایی ساختن قصه را داره و باور داشتن به قصه را داره. ایمان که به قصه
تخیلی یا واقعی یا رقمی که باشه به قصه کلگی به می قصه مشترکن کلگی باور داشته باشه ایمان داشته باشه و اینمی قصه برازیا توانمندی را میده که بتونن به گروپای کلان به شکل ادپتیو به شکل انعطاف پذیر منسجم شون. مثلا هیچ حیوان نیست که بگه ما نجار میشم تو چیشو به حساب آرده چیکو چی میگن ایلکو تو برو دوجه مثلا خواننده شو تو ده اینجا برو سنگ تراشی کو اینی ظرفیت منسجم شدن به گروپ‌های بسیار کلان و به شکل انعطاف پذیر اینی چیزیست که انسان‌ها را از دیگه موجودات زنده می‌سازه و این سوال که هر کس برش جواب داشته به نظر من قوی‌ترین جواب تا فعلا نمی‌ده. اگر انسان توانایی تفکر را نداشته باشه چطور سر ایمان خود مطمئن خود بود؟ توانایی تفکر یک کلمه بسیار ویگ و بسیار جنرال است. چی می‌فهمی که شدید توانایی تفکر را نداره؟ از انتخابایشون می‌بینیم، از رفتارشون می‌بینیم. مثلا این موضوع مثلا شدی باز تا قصص ما از چیه کنترل ذهن نمیالا فعلا چیزی که انسان هستن ذهنشان در کنترل اینمی تکنولوژی است. خوراکشان، پوشاکشان، حتی خوابیدنشان بسیار موضوعات دیگه. جالب است شدی گفتی تحقیقات چی میگن behavioral science میگنش تحقیقات که اول که چی رقمی رفتار حیوانات چی رقم حیوانات چی رقم بتونیم کنترل کنیم تحقیقاتش اول سر حیوانات شروع شد سر سگ بود بخیالم کندیشنینگ میگنش اما چی است آزمایش زنگ است و باز نان برش میره با زنگ است و برق میتیش و پیش به حساب چی میکنه اسوسییشن میگن تو یک استیمولای سیو میره که یک رفتار طبیعی متصل میسازی مثلا کنترل یعنی خلاصی کنترل هم چیز میشه که اگر بخوای مثلا من تو را کنترل کنم که هر شب ساعت 8 بری شب خواب کنی ما وقت یک زنگ جور کنم زنگ بزنم تو خودت اتومات بری خواب کنی اینی به حساب اوج کنترل است همین کنترل یعنی سر حیوانات میشه چون توانایی تفکر داشتن خیلی شده دقیقاً سر از میکنه باشه سر تو پیاده کرده باشه سر سگ و اکثرشون همه تصمیم شدن حالی نمی الگوریتم سوشال میدیا دنیای مجازی که ساخته شده یا یک تریگرای دارن در خود که انسان نمیفهمه اما وقت تو تریگر سر تو عملی میشه. مثلا چه وقت گشنه میشی چه وقت حتی شهوتت به یک لول بالا میرسه اینمی تریگرات ساخته شده دمی الگوریتم. از بچه 14 ساله خوب 24 ساعت از تریگرش میفهمه تریگرش. خب بریم به سوال دومی که مگم سوال اول صحیح چی شد یه تو جواب ندادیم که مرتبط باشه برش من شخصا روزی نیست خب من خودم در این سوال اول دارم که اگر شما گفتیم تخیلی یک دفعه طرف خوبی از بین رفتن شد خرابی شدیم طرف تخیلی که اگر از بین بره چی رقم میشه و نره چی رقم از بین بره و واقعیت اتفاقات قرار است رخ بده از دنیای تخیلی میبریم از واقع‌گرایی میریم واقعیت اگر اینمیال از بین بره واقعیت شما چی میبینید جدا از تخیل جنون باشه یا مثلا هوشیار شوند یا فامیده شوند واقعیت چی خواهد شد خونه بود توسط ایمیجینیشن باید ایمیجین کنیم باید توسط قوی تخیل توسط خیال باید ما راست شو بگیم امی سوال که میخونم تصویری که در ذهن من خلق میشه است که در روان هستم یا یک مرد در روان است یک چوب هم دستش است میره یک دفعه دنبالش میفته چون این زوربندش خطا میخوره تکنولوژی از بین دیگه اما اگر نول تعریف که شعیب جان کرد که ترانزیستور یا چپ اگر بخوایم پاس کنیم از روی زمین خوب اینا رو تمام تکنولوژی در بر نمیگیره باید آخه نولی تعریف چی است بس یک شرط است که اضافه کردیش چپ است خب خیر اکتش میتونیم چی کنیم چون تکنولوژی تنها چپ نیست چندین چیز دیگه هم تکنولوژی مثلا ساده داد اما میخواست بفهمونه نه ما گفتم امو بود تکنولوژی را که ما بعد گفتم اونم تکنولوژی است که چپ داره یعنی با حساب یک برین داره به چپش خوب است به نظرت؟ به چپش مثلا چی باشه مثلا اینی لایت خوب است کتاب لایت هم داره ایسی داره لایت خوب است پاکه خوب است خوب چپ داره ایسی داره چپ نداره به ترانزیستور کار نمیکنه فکر کردم میتونه به نظر
نه فکر با نه اسکیل آره است. دیتا این منظوری چی است که دیتا و مس دیتا آخه. بزرگ درش و نگاه کردن ذخیره نمیتونه نمیشه. خب که تو چپ مشکل نداری. چپ تعداد ترانزیستورش به اسکیل میرسه که میتونه به حساب دیتا رو ذخیره کنه یا فکر کنه. ذخیره هم بتونه فکر کنه. مثلا این هوش مصنوعی به نظر فکر کردن نمیتونه. فکر کرده میتونه. خب اموناو که وقت می اوپن ای که جور میشد سوالی که میخواستن سوال بود که بی جواب بود و جواب که دیگرها داده بود میفکنی امی سوال را که اینا گفتن که اینی جوابش اینی است و سر از امو شرط زدن و اونمو به حساب نتیجه داد و به شرکت چند تریلیون 1 تریلیون دلاری تبدیل شد. این بود که میگفتن هوش یک مشکل اسکیل است. میگفت که هوش کدام چیزی نیست که به حساب کدام فرمول داشته باشه. هوشی است وقتی که اسکیل مقدار ترانزیستور که زیاد میشه هوش به حساب امرج میکنه. یک امرجنس از این اسکیل است که تا جای واقع چی شد امو شرطشون به حساب چی داد نتیجه داد. اسکیل یعنی بزرگ وسط. ساختن ترانزیستورها مقدارش زیاد کردن. مثلا در یک موبایل موتوف مثلا شاید باشه 70 بیلیون ترانزیستور. اون مثلا در یک چی است چی سوپر میگن کامپیوتر امو چی میگن دیتا سنتر است مثلا دیش میلیاردها میلیارد نه دیگه است. صفرایش از حسابش از پیش میره. گپ اسکیل است یعنی که هوش که وقتی که شود ترانزیستور خود ترانزیستور تا چقدر باشه که به نظر تو اخلاقی باشه. هیچ نباشه ترانزیستور. آها خب به نظر من اونم لول صفر یک خلاصه ترانزیستور که دیتا را نگاه کنه اونمون نباشه. به نظر ما منم یک چیز است. دیتا رو نگاه نکنه. مثلا کتاب دیتا رو نگاه میکنه. کتاب باشه. خب ترانزیستور نیست. خب یعنی اگر مشکلت که نگاه کردن دیتاست خب کتابم فهمیدی چی میگم؟ به نظر من این بزرگترین مشکل این موبایل کامپیوتر است. 100%. کتابچه شیطان گفتی ببین. کتابچه شیطان. فهمیدی؟ به خاطر از اینمی به خاطر که با گفته شاید واقعیت هم همین این چیز جامعه این چیز خودشون کنترل کردن نمیتونن. حتی کار که میرن میکنن. حتی کار را که میرن میکنن. یعنی به این نتیجه رسیدیم که قسم به پوره از بین نره. نیمه و نیم کله از بین بره. چیزی را که خودتون ضرورت داری باشه اما چیزی که ضرورت نداری یا شاید شیطانی در نظرتون باشه نباشه. اگر پوره هم از بین بره به نظر ما فرق نخواهد کرد. چی گپ از دیگه؟ و به نظرتان تکنولوژی و همی هوش مصنوعی بگیریم همی تکنولوژی انسانیت را و همی جامعه انسان رو نجات میده و باعث بربادی و تباهیشان میشه به نظر تکنولوژی انسانیت رو نجات میده یا باعث در سالهای آینده فرض مثلا والله میال خود تباه و برباد هستیم. تباه و برباد باشه در سالهای آینده. در سالهای آینده کلگی نظر ما چیست؟ نظر ما این است که از اول همی یک چیزی را که تریگر میکنن احساسات است که احساس یک آدم از بین میبرن. من برات مثالشان میتونم و انسانیتشان است و از مردم از کلینیتیش است به نظر من. این حال چی رقم تصور کن 100 سال 200 سال آینده کل چیز سلف درایوینگ باشه مثلا کل چیز با خودش کنترل اتوماتد باشه کامفورت زیاد شود. مثلا او از یک آدم برش قصه میکنه از تاریخ ما و شما میگه یک وقت بود مردم موتر خودشان میدوان تکر هم زیاد بود مرگ هم دیش زیاد بود با مثلا برای ما جالب میباشه این موضوع. چطور؟ بخاطر که در وقت کل چیز سلف درایوینگ باشه کنترل در دست تو نمیباشه. تو دیگه چراغ سرخ سبز دیگه تو چی نمیکنی که باش که الان چراغ سرخ مثلا میکنن یک وقت موتر تکر میکرد که اوگار نمیشدن میخزن یکی دیگر اوگار میکردن. چرا؟ بخاطر که امی احساس مثلا اگر مرد می بود احساس قهرش مثلا غضبش چی میشد میخواستن یکی دیگر رو بکش. اونم کشتن بر از ما جالب تمام میشد. وقتی که یک احساس در جامعه فکر کنم 200 سال آینده یک کسی یک احساس قهر مثلا یک چیز دیگه میتونه بگم یک وقت ببینیم که نان دیگه از پیش شور میشد نه دم بزنه که چوکی ده فرق بزن اونم چیشان پایین نبود. خوب وقتا بود فهمیدی؟ وقتی که وقتی انسان یک احساس مثلا از این 4 احساس مهمش مثلا قهر است خوشحال است غمگین است کنترل نداشته اینمی کنترل دیگه برش نباشه مثلا کل چیز بعد سیستم خود تکنولوژی پیش رفته بره دیگه انسانیت هم نمیمونه به نظر من. اکسلریوری است خود از اینمی اکسلریوری است به نظر من. تکنولوژی غلام اینمی ترانزیستور که خودت میگی مفید است. اما این برعکس
شاید در کانتکست دیگه اگر برابر شود شاید شما امروز گپ موافق نباشین، چرا که اوج آزادی است که از یک آدم عقلانی و منطقی شوی دیگه، از چی میگن، از چنگ احساسات خشم و جیگرخونی و خوشحالی از روی احساسات عمل نکنی، آزاد باشین، منطقی فکر کنین. آزادی اصلا نیست از بالایشان کنترل داشته باشی. آزادی رو تو خودت چی تعریف میکنی مثلا؟ تعریف تو از آزادی چی است؟ از آزادی تعریف من چی است؟ آزادی فکر کنی یک انسان آزاد است. به نظر من بنده خدا بودن بهترین آزادی است. دیگه تو تعریف مشخص اگر ما بخوایم بریزی بکنم مشکل است. چرا که تو آزادی مطلق وجود نداره طبعا. که اگر بگویم که تعریف لیبرال یا تعریف مدرن چی است که برابری جنسی و مثلا آزادی بیان و آزادی اسمبلی یا یک جای شدن و انتخابات و این چیزا آزادیه. بخو مسائل از نگاه از نمی تکنولوژی به نظر تو در این بحث که با تکنولوژی بگیره آزادی به نظر تو چی تعریف می‌کنی از آزادی؟ مثلا اگه انسان آزاد کی گفتم میتونی؟ راه با تکنولوژی میره منطقی شو سکو که لیبرال است مثلا. نه مقصد و ایدئولوژی هم از آزادیشون. اونمو ایدئولوژی است، اونمو ایداست که سمت تکنولوژی رو مشخص میسازه. که کدام سو تکنولوژی میره ایداست که به حساب رو چی میکنه پیش میبره. خب به نظر من اولین چیزی که از آدم گرفته میشه وقتی که کل چیز گفتی خودت اتومات شود همین آزادی انسان است. سر پول خود، سر زندگی خود، سر رفتار خود هیچ کنترل نمیداشته باشد. خودت نال اینجا جالب است. یعنی به نظر خودت آزادی همیست که تو مثلا روز 8 ساعت بری کار کنی، تو مثلا بیایی دیگه تا خودت کنی، خب برعکس غلامی را تو به حساب آزادی نه. به نظر ما آزادی این است که فارغ از هر بندواز دنیا باشی. اتومات که شوی کل کارهای زندگی ته به حساب بتونی اتومات کنی. نه چیزی موضوع نیست، فارغ از هر چیز. مثلا ما وابسته یک تلفن نباشم، ما وابسته یک سعیست انسان با کار وظیفه با پول ضرورت داره، ما وابسته چیزا نباشه. اونمون است آزادی اصلی. انسان تنها باید یک کانکشن داشته باشه فقط همراه الله، دیگه بغیر از او وابسته چیز نباشه. آزادی اصلا اینی است. آزادی قسم خود است که تو بگوی نانت راحت بیاید، کار بری، وظیفه بری، کل چیز اتومات باشه. مثلا خودت در پشت در موتر در سیت پشت شیشته باشی، موتر خودش برای آزادی نیست. جالب است این پارادوکس آزادی است که سهولت گفتش میتونیم. سهولت هم باشه تو مثلا به خاطر که آزاد باشینی از مسئولیت‌های دنیا باید یک کمک فارغ شوی که آزاد شوی، که آزادی رو تجربه کنی. ای اتوماسیون همون مسئولیت‌های تو را فراغت تا بیشتر میکنه. موتور نیاز نیست که تو بدونی مثلا فرض تو فارغ هستی، فرض میکنیم تو فارغ هستی، فراغتت زیاد است. وقت فارغ هستی تو چی میکنی؟ دمو حالت از فراغت چی رقم استفاده میکنی؟ دمو حالت که مثلا قید هستی به نظر من تو استفاده تو چی میباشه؟ فورزا هورایزن 6 آدیو بوک تایپکم چالان دیگه فقط اون پس دمو مثلا اگر ما گیم در نظر بگیریم پس دمو قصه لذت میریم دوپامین لذت بردن. از خودت چی هست؟ خودت آزاد شدی؟ من خود صادقانه با گفتم هیچ کدام واقعیت صادقانه که آزاد باشم میرم در طبیعت شکار میکنم. خب باز تو در قید شکم اومدی دیگه شکار میکنی. یعنی خب مثلا هر کی مثلا چی میداشته باشه. خب شد نگفتی نصفش موتر میخرم نصف دیگه زنکم خودت چی؟ من گفتم بیشتر آزادم فارغ از هر چیز دنیا. نه تو بیادر برو در دشت برو در کوه برو بیادر فقط کت خداوند کنکشن بودا در میشی جایی که پیدا کنی. حالا بودا خود کدام شخص باید نبود یک پیغمبر بود. مام چی به حساب قضاوت منفی نگفتم. میفهم. همون کلمه بود خلاصه میکردم اون لایفستایل یک گفتیم. یعنی کدام شکل زندگی رو بودا اختیار کردم. خب مگه به این رقم خودت گفتی در جنجال میریم. بودا بسیار بد آدم بود بودا. خب
نه کدام گفته این او نداریم. سنش سنسور میکنه. نه بودم بهتر است. چرا جوابه زیادتر فلسفی. مشکل نیست. ها آیا انسان ها تکنولوژی را کنترل میکنن یا تکنولوژی در حال کنترل انسان ها است؟ یکی نوشته کرده. پرودوسر چی ترتیب داری؟ چی ترتیب داری؟ خب فهمیدید مطلبش. آها. انسان تکنولوژی را کنترل میکنه. فکر نکنم جواب داده باشیم. نه، جواب به دادم. نظر یک سگوی بسیار خوب به این سوال بوده این بحثی که داشتیم. همون سیکول همون سوال است که بیشتر جوابش داده. به نظر من کنترل میشه بیننده عزیز. این واقعا گپ کلی که کنترل میشه. بیننده عزیز. در کل انسان کنترل نه سوال دیگه چیز است. سوال دیگه چیز است. انسان ها تکنولوژی را کنترل میکنن یا تکنولوژی انسان ها را کنترل میکنن؟ یک موضوع است که خلقت خالق خود را کنترل کردن نمیتونی گپ خصوصی است، اما یک توانایی به این داده شده که احساسات انسان را کنترل کنه. انسان را کنترل کردن نمیتونه. انسان اراده آزاد داده شده، حتی که خداوند با ما امر کرده ما پابند امر خداوند نیستیم، به خاطر اراده آزاد داریم. خود تکنولوژی احساسات انسان را کنترل میکنه. در می عصر زمان که به نظر من از ثواب کرده گناه آسانتر شده به جامعه. اولین وسوسه که از طرف چی میاد به شکل که وسوسه میشه، یعنی بنده از طریق از این تکنولوژی موبایل و کامپیوتر است. کلاگی عاشق است. من سخت موافق هستم روی این گپت. خوبی به نظر آسانتر شده. آسانتر شده نه، یعنی هنوزم خوبی آسانتر است. سریع از موبایل تو میتونی کارهای خراب یا خوب کنی، به نظر خودت انگیجمنت میگیره الگوریتم، توسط چیزای منفی خوبتر میتونن اما خوبتر نتیجه داده. اما در پولیش مثلا بیرون مبرای میتونی یک لبخند بزنی سون یک کسی، اونم خودش یک صدقه است. یا مثلا بسیار چیزاست که میتونی که کلش عمل نیک است، بازم خوبی آسانتر است. انسان تکنولوژی را کنترل میکنه یا تکنولوژی انسان را کنترل میکنه؟ نظر خودت چیست؟ نظر من مشکل است، چرا که چی نیست، سوال نیست که یا ای باشه یا ای باشه، به جوابش مختلف تر است و خطرناکتر هم از جوابش. چرا که انسان که از سون تکنولوژی، خصوصا امی تکنولوژی که بسیار زیاد در کنترل انسان زیاد مؤثر بوده، امی سوشل میدیاست، فیسبوک و تیک تاک و اینستاگرام همی چیزا، و انسان خواستش از این چی است یا چی میخواه، کنترل که اگر با دست انسان باشه چی میخواه از این بکشه، انترتینمنت، لذت میخواه ببره از دیدن، تفریح کنه. اما تکنولوژی چی میخواه؟ تکنولوژی میخواه که انگیجمنت بگیره، میخواه تو را باز بیاره، تو را دگام مصروف بسازه این. اما از این دو خواست متفاوت، یک امرجنسی، یک چیز دیگه بیرون ببره. یک تعداد زیاد جوانایی که سوشال انزایتی دارن یا دپرشن دارن یا به حساب بادی دیسمورفیا یا که تو حالت فیزیکی خود مثلا خوش نیستن که ما سکس پکم باید خوبش باشه یا مثلا نیمت باشه. اینی رقم پیامدایی که یعنی به حساب خاص از یام نبود، اما از تعامل این دو چیز یک امرج کرد. به نظر تو این تکنولوژی وقتی که نمی جوانا گفتی خودت استفاده میکنن، کدام احساساتشان زیاد تغذیه میکنن؟ کدام احساس؟ اگر اکثرا به نظر بگیریم کلی کدام احساسات؟ به نظر ما شهواتشان. یعنی یک شهوت دیگه. دوپامین یک چیز است. دوپامین اما شهوت بزرگترین دوپامین دیگه چیز است. شهوت چی میکنن؟ افراز میکنن. اکسیتوسین از بخیالم از چی؟ اکسیتوسین از لمس حس خوشحالی است وقت همراه. لمس کدامش است؟ کجاست؟ نفر چی نداریم؟ نفر گوگل؟ امی چیه؟ امی نیوروترانزستر چی؟ لمس کردن. امی که لمس میکنیم حس خوبمون کدام است؟ اکسیتوسین است. از بغل کردن چیزا که افراز میشه. داغوش گرفتن طفل نوزاد که معودش هست. طفل نوزاد خودت البته.
به نظر من وقتی که خودت از این موبایل استفاده میکنی یعنی فکر کنیم از موبایل استفاده کنی سوشال میدیا رفتی یا هر چی به هر شکل اپستین درک زیادتر کردم. کدام احساسات تغذیه میشه از خودت ما اپستین درک کردم. ما یک شپاو نیاز دارم. اپستین شو خوبه ما اپستین درک کردم یالا که چرا تا کار میکرد. خب چی بود سوالت نشویدم؟ چرا بسیار دارک. کدام احساس خودت تغذیه میشه از سوشال میدیا؟ مثلا خودت همیالا گفتی شوق و گیم زدن داری. اینی سوالتون حالا میتونم چیش کنم. پیشتر سوال هر چی چرت زدم سرش چیزی نامد. اینی رقمی که فری مشکل یا چیزی که ما به حساب از سوشال میدیا از دوم سکرولینگ میخوایم چی کنم، چیزی نیست که من یک چیز بخوایم و برام چی کنم. حس به حساب خالی داشته باشم که نفهم که چی باید بکنم و یک کار مثلا اینی کار باید بکنم و نمیتونم یا دستم نمیشه میخوایم دست یا مثلا حس خوش یک کم مثلا جگرخون هستم حالتم خوب نیست تشکر از اون خاطر در اون وقتا باز ما زیادتر متوجه شدیم که طرف چی میرم طرف دوم سکرولینگ که حس از احساسات خود بیگانه شوم. اینی چیزیست که ما از چی میخوایم از تکنولوژی میخوایم. خب امی گپ خودت ایره واضح میسازه که احساسات خودت زیر کنترل تکنولوژی هست. وقتی گفتی ما جگرخون هستم میرم در دوم سکرولینگ احساسم تغییر میکنه اینا احتمال میره. یک سوال دیگه احتمال میره که مثلا تو وقتی که از اونمو سکرولینگ میکنی یک حساس که یک گناه را کنی بیا برات یک حسی که مثلا بخوای یک گناه را کنی هر چی که باشه آها این مشکلات خود داره خوب سری اما بحث سوال کنترل است اینجا بسیار جالب است. شعیب جان خودش گفت که تکنولوژی احساس کنترل میکنه اما ما احساسات خود که متوجه میشم طرف منفی میره میخوایم توسط تکنولوژی احساسات ما کنترل کنم از منفی ببرمش. خب اینجا کنترل دست ما و دست تکنولوژی. اینا لیرو سایکو ما مثل یک وسیله است. بیا فرض میکنیم تو یک آدم الیت سوپریور هستی دمی جامعه فرض میکنیم توی کلی در نظر بگی خودت دمی چیزی که میبینی در جامعه خودت در نظر نگی. مثلا خودت در جای یک آدم دیگه قرار بدی یک جوان دیگه که مثلا از این تکنولوژی استفاده میکنه به نظرت چی را برش آسان‌تر میسازه؟ من پیشتر که گفتم گناه کردن حال آسان است به جامعه اینا رو باز میرسیم در نموجم وقتی که تو جوابش بدی. خب حالا من از چی که زیاد گفتن نمیتونم چرا که مثلا اکثر کسا از تشناب که میرن چی مصروف ما دیگه او رو ندیدیم که چه احساس ور از او پیش میاد در جریانات رفع جمع من چطور منظور من این است که به گناه نزدیک میسازیشان یا نه؟ یعنی بله یا نه؟ بله یا نه؟ من گناهی کسی را در گردن نمیگیرم. نه چیزی که تو گمانو بد نمیکنم. نمیفهم اما ترجیح میتونم که به حساب مثبت بین باشم. ترجیح میتونم که فکر کنم که نه گناه نمیکنم. شهر جامعه ما را دوست دارم 100% نزدیک میسازه. به نظر ما کردن بسیار آسان ساخت. بسیار آسان است. به نظر من در این جامعه خوبی صحیح است که خوبی آسان است. یک لبخند گفته خودت یک صدقه دادن به یک آدم. یک نماز خواندن آسان است اما آسان‌تر از او در این جامعه گناه کردن است. یک سوال دیگه جان به نظر تکنولوژی که چپ داره موبایل سیستمایی که یوتیوب است و به حساب میدیایی است که پاسیو کنسومر نیستی میتونی کامنت هم بدی میتونی داشت انگیجمنت خودت میتونی ویدیو اپلود کنی خودت میتونی کانتنت کریئتور باشی. نه مثلا ما خودم ممکنه یوتیوب آها این به نظرت خوبتر است یا اینکه تکنولوژی 20 سال پیش که تلویزیون بود و روبرت مرداک چی میکرد؟ روبرت مرداک برای تولیدات میکرد و تو اون مصرف کرده میرفتی. کدامش به نظرت گناه را زیادتر ساخته؟ به نظر من 20 سال پیش نه 14 سال پیش خوب تکنولوژی بود. همین سریال تومسی خوب سریال 20 سال پیش خوبه سریال یعنی پرینام بسیار خوب گپ را کدیب جان زد که گناه کردن فعلا آسان است توسط همین تکنولوژی 14 سال پیش گناه کردن بسیار سخت اما تکنولوژی اما 20 سال پیش چطور؟ 20 سال پیش مثلا پرینو خوب بود یا خب 20 سال پیش این همین تکنولوژی هست که تا حالا ایوالو کردن این همین تکنولوژی که وقت بود تا حالا ما از کامل
یعنی تاثیراتش بیشتر شده سر ذهن انسان ها. پروپاگاندا اون وقت هم ساخته میتونستن. پروپاگاندا از این ماهیتش زیاد تغییر کرده. نه ام وقت هم چرا کلگی وقت سریال ها بود در تلویزیون ها وقتشان نیار کردگی بود نانوان بیشی پیشوری تلویزیون اینه میام یک نوع کنترل است وابستگی زیاد شد. وابستگی است تو نفر جذب میکنی با خود اون از طریق سوشال میدیا موقع بعد هم نگیرمشن که خود ما همی کارم میکنم. آینده چی گونه خواهد بود با هوش مصنوعی؟ گوی در گو والا من خوشبین هستم اما یک چیزی که ما را درباره آینده هوش مصنوعی بسیار زیاد به تشویش ساخته از موتر که خودش میدوا و از زندگی که فارغ از جنجال باشی و از UBI یا درآمد Universal Basic Income که کلگی یک درآمد بیسو مثل کمونیسم رو به یک شکل کلگی یک معاش تعیین شده از دولت معاش سوسیال داشته باشه چرا که کل وظیفات دیگه اتومات شده از اینی گپاش که ترس من زیاد از چیش هست از رباتای جنسی که چرا که بسیار یک جنجال جور میکنن برث ریت اولین چیزی که کم میکنه برث ریت میتونه زیاد کنه چرا که امیال اکثر مرداست نمیتونه توانایی خریدن توانایی ازدواج نداره اما اگر فکر کنید چین مثلا ماس پروداکشن شروع شود فابریکای کلان جور شود مثلا برات مثلا تمسی واره یک ربات جور شود دیگه اما تو بی زن باشه اما تو دیگ کنه اما تو کاسه کنه دیگه بیخی دیگه از هر حساب تای تو تکلا باشه یک فقط در چارج بندش کنی خب فکر بازل قیمتش باشه مثلا قیمتش باشه 5000 افغانی IVF میشه که این میسازش مردم ببینه که تکنولوژی آینده تکنولوژی حالا او بدارم این زنای کاندم است چقدر تنبل است زنای تکنولوژی خوب است یک چارجش بود خونم ریسرچ است خب درباره ازی چی میگن درباره ازی این بحث بسیار به نظر من آینده هوش مصنوعی اینمی بحثش برای من بسیار جالب و بسیار چی است یک سوال جنجالی است چرا که میتونه جنجال جور کنه بسیار زیاد و بحث اسلامیش میمونه که حلال است حرام است چی رقم است مثلا تو یک زن مثلا که یک زن نکاح میکنیم یک 20 سال بعد از 5 تا خبر میشه که مصنوعی بوده کلی تو هیچ کار نکرده که یک زن قدر پرفکت شد لیدی با یکای تایلند برنه نفر خبر میشه گفت شب اول خبر میگه سوالش قصه فرق میکنه فعلا تا چشم از قصه شد نظر خودت چیه درباره زن یک زن هوش مصنوعی برات بگیره با نظر من تو وقت نخواد رسید که هوش مصنوعی زنا باشه به خاطر که مین فوکس کل دنیای غرب می است که ماسکولینیتی این کسایی که در خاور میانه از در لیست است ماسکولینیتیشان از بین ببره اینقدر که طفل به دنیا میارن امیر کمتر بسازن و تا فعلا هم به نظر ما کارشان مثبت بوده برشان تاثیرات مثبت داده با خاطر که فعلا در خود افغانستان ببینین چقدر مرد هستن که مشکل جنسی داره دلیل این مشکل جنسی چی خواهد باشه به نظر در این 20 سال آخر چقدر که مشکل جنسی پیدا شده پیش از اون نبوده و اگر تا ربات فیمیل نخواد رسید که مردا بتانه که تو ربات فیمیل کدام کار کنه تا وقت مردا را برتقیم تا وقت مردا چی از خودت چی میگه یک زنک هوش مصنوعی بگیریم بچیم برات نه باز بسیار بی‌زن بهترین اخلاق همون آشپزی هم میکنه بسیار خاندانی تسلا کاشفشون ایلان ماسک باشه یا خصوصا ایلان ماسک خصوصا برید دستش ماش کنی حالا بچهش گپ نظر که تو هم دادی خیلی نظر جالب بود واقعا امکانش هم هست کی گپم شوا اما اگر از واقعات کال رخ میته که در نظر بگیریم به نظر من کوشش میکنن برث کمتر ساخته برن انسان هر چقدر کم باشه کنترلش هم آسان‌تر می باشه هر چقدر زیاد شود اما اگر انسان زیاد شود انسانایی باشه که کنترلش خوب انسان باشه با گفت باشه
توسط سوشال میدیا کنترلش کرده بتونیم. سیستم AI که خودت گفتی که رقمی آها. یا یا پروگرام شده باشه. مادرش چی باشه؟ مادرش ربات باشه. جوان باشه، نام مادرش ربات باشه، از این نو یک روز است که برای وقت پروگرامینگ شروع میکنه سر صورت. یه تو تربیه بیت که دیگه ما تو خوب سعیم منظم. هیچ خوش آب نمیبرن. شب تا صبح بشتو گریه کرده برای بالای سرش گوزگوزی داد. فقط چارجرش بند کن. اگه از طرف دینیش بریم رقم که من خود هیچ امکان پذیر نمیبینیم. نه چه امکان نداره بدون طرف دینی. خداوند فقط یک زن واقعی که خودش خلق کرده قدرت زیر داده که بتونه دیگه القای سالم. آی وی اف دیدی؟ آی وی اف بطن مصنوعی ره. امیال تقریبا اولین طفل که در بطن مصنوعی پیدا شد این در سال 1980 چند بود؟ خوب توسط اگر امکان داشته باشم توسط سپرم یک مرد شده. خود سپرم مرد چه بود؟ با اون چی رقم با وجود، اون چی رقم تولید شده؟ خواهی هیچ امکان نداره به نظر من چی که خب منظور تو کلونینگ از چی است؟ نه منظور من رباتایی است که شبیه انسان باشن، توانی انسان داشته باشن. خب به نظر من اگر دینی فکر کنیم سایکو راست میگه. چرا که فیمیل مارکت تقاضای مارکت برای زیاد است، خصوصا در چین. فیمیل رباتای جالب است، رباتای مردم جور شده. اما رباتای مردم امو خریدارش که است تقاضایش در چیز زیاد است. در بین زنا تقاضا ندارن. تقاضایش در بین مردایی که هم جنسگراست زیاد است. حالا ببین او را ما میگیره. چرا که زن چیش فرق میکنه؟ شهوت زن زیادتر چیزای اجتماعی رو میبینه که نفر چقدر به حساب جایگاه اجتماعیش چقدر بلند است، چقدر به حساب عزت و حرمت داره در پیش مردم، دیگه چقدر قدش بلند است، چقدر عضله زیاد داره. این چیزای جالب است. اما که اگر ربات شه و زو ربات جایگاه اجتماعی نداره، از اون خاطر برش چی نیست. البته تا فعلا شاید تغییر کنه طرز فکر مردم دربارش. تو به نظر من گیم که خوب زیاد زدیم، یه گیم اکسکلوسیو پلی استیشن بود، نامش چی بود؟ دیترویت. نه بسیار تفکرات. به خاطر از اینکه بچه شک از نگاه دینی هم سیل کنی، فرق انسان و ربات فقط اینمی خودسان اگه او وقت که او چی را که تو تخیل میکنی روحش هست. روح خیر، روح خو مثلا خوبی و بدی رو میتونی کد بتیش، چقدر بد باشه چقدر خوب باشه رو در کدینگ برش جور کنی، پروگرامش کنی. اما سیستم القایش هست، القای مرد و زن. القای مصنوعی مقصد چیز است. امیال پیشتر گپ که خودت گفتی امو آمارش دقیق یادم نیست. مقصد آمارش بسیار خراب است. نمیفهم در هر هفت مرد یک مرد به حساب مشکل چی داره و می القای مصنوعی بسیار زیاد چی شده، بسیار عام شده. اکثر مردم نمیتونن که چی کنن، هم زن هم مرد مشکل می داشته باشن. باز این القای مصنوعی است که به حساب مردم توانایی حالا دار شدن پیدا میکنن. آها. طرف سوال بعدی میریم. یعنی خب آینده از نظر شما نظر دارین دیش؟ آینده این نیست که یک زن برات میگیریم بچیم دیگه بهترین اخلاق اما تو پرینات تیار دیگه خاندانی دیگه بی زن. ضرور نیست که بطن میتونه بطن در یک جای بیرونی باشه، ضرور نیست که شکم از او بطن مصنوعی رو بری بند کنی. اگر اینی بسیار میخوایی که شبیه انسان باشه اوش هم امکان داره. اما بسیاری که زن هست که یک چی دیگه بود، یک مقاله جالب بود چند وقت پیش خوانده بودم. یک سمینار داشت، یک پروفسور بود، نمیفهم در کدام چی بود. خب مقصد در زمین پانتون امریکایی ها بود، در امریکایی افغانستانی امریکایی در اوجه. یک نفر بود میگفت که سوال که برش خلق شده بود یک زن خودش امی بطنش مشکل داشت، توسط عملیات تخمهش میگیرن در یک زن دیگه همراه سپرم یک چی میکنن از بطن مصنوعی نه بطن طبیعی اما از یک زن دیگه اسپرم از این تخمه از زیر در بطن از او چی میکنن به حساب شتک القا میشه و شتک به حساب تولد میشه. سوال از اوی بود که و جالب بود که او آدم خودش عیسوی بود و سوال که برش خلق شده بود. میگم این سوال برای ما وقت پیدا شد، من کتاب اسلامی رو میخوندم درباره این محرم و نامحرم بود که اینی محرم است این نامحرم. میگه سوال که برای ما پیدا شد اینجا مادر ازی چی میشه به حساب ارث میراث و دیگه محرم است نامحرم است، کدامش مادر فرزندی مادر رضایی میشه کدامش مادر بیولوژی میشه. یک کانفلیکت هم میاره چند خفلیب میشه. چی نظر داری؟ مادرش کی میشه؟
هر کدام شیر زیاد داشت. حال خونم تو زمانه خراب شده. مثلا از خب پدرش یک همون کسی که سپرم مربوط به پدرش میشه بطن است مادر که بود بطن کسی که بود سپرم خب پدر خب معلوم است. مادرش هم اون کسی که از بطنش به دنیا بود. تخمه کسی که چی بوده بود تو دینه و جین است اون می باشه. دینه و جین مثل یک چیز است مثلا از اون دو نفر دو جوری اول گرفته شود. دو جوری اول دینه و تخمه و اسپرم کلش از دو جوری اول فکر گرفته یک تکسیوان ورس. فقط تکسیوان ورس. نو مامید هم نیستم بود نو مامید بیادم بی. این تنها امام سب جواب دادم. خب مقصد یعنی سوالایی که میگن که نه این ممکن است یا هنوز دور است تصور است. اینی سوالایی است که باید که چی شود. این ما شما البته در جای نیستیم که از چی ما بالاست، از سوی ما بالاست، اما لما مردمای کس تو این طرز دید درست نیست که بگی که والا این ممکن است یا هنوز چی نیست و فانتا و کوفته بخو این گپا در اوجاست و این گپا چی است. این رقمی نیست و روز به روزی تغییر کرده میره. اینطور هم گفته نمیتونی که مثلا در امریکا یا در اروپا شاید بیاید اینجا نبه، به خاطر که دنیا حالتش جهانی شدن و چیزا بسیار. مثلا برق یا تلفن چه وقت اختراع شد؟ چند سال بعد افغانستان رسید. اینترنت چه وقت اختراع شد؟ چند سال بعد افغانستان رسید. اما هوش مصنوعی چه وقت اختراع شد؟ 2022 23 هم به حساب چی شد؟ چند شد ما 2022 23 استفاده میکنم. بسیار یعنی همون چیز دلی یا همون فضای زمانی که چقدر مقطع زمانی که چقدر دلی داره اون کم شده رئیس. زن مصنوعی امیال خو میگیم که مثلا نه ما بسیار آدم خوب هستم، اما زن مصنوعی اگر باشه مثلا بسیار بی زن باشه، تمسی باشه، پیسام نداشته باشی و دخترام خو هر جایی خواستگاری بری بگه برو گم شو جواب دو تبه کشید نمیکنی هم تک کاره. هم از لحاظ هم پنج وقت نمازش قضا نه، هم بی زن، هم بسیار آشپزی خوب، هم بسیار اشتکام تربیه میکنه برات که تو حضرت علی وره. یعنی می تصور کردنش مشکل نیست و اینم درست نیست که بگیم که نه این گپا تو فانتا و کوفته تا خوب است گپ میزنیم. باید یک کمک شور بتیم. این سوال کسی که مالی این سوال کسی که جواب یا نظری داشت بود این سوال بسیار خوبش است. یک همین سوال که از جان کردم یک زن اگر باشه شاید بسیاری کسا در کامنت ها باشه که با بسیار چند سال است مثلا کوشش میکنن که عروسی کنن یا راه برابر کنن اما نمیشه دیگه. و اوسو چینا میگرنگ رباتکو جور کرده رئیس مثلا $500 و روز به روز ارزان شده میره، روز به روز خوبتر شده میره. هر سال اپدیت نو میگه که اخلاقش ازو کده خوبتر دیگه. زنا فکر کو روز به روز پیر میشه، روز به روز این رقم کم حوصله میشه. یار اپدیت میگه که چنان خوش چنان شیرین سخنی میکنه. شیرین سخنی که تاسو ادیب جان آیا هوش مصنوعی بزرگترین اختراع بشر است یا بدترین؟ آخرین خو گفتن نمیتونیم به خاطر که آخرین گفتن نمیشه، به خاطر که دنیا چقدر پیشرفت باشه کشف هم مقضیاتر شده میره. اما نمیشه که هوش مصنوعی آخرین یا نه اینال ایج سوال دایی میره که آخرین کشف مثلا چه قسم براتون بگیم کشف به این خاطر که یعنی همین اختراع انسان میتونه انسان خودش نابود بسازه به خب نابودی که بعد از دیگه اختراع نکنه، بعد از دیگه اختراع نکنه یا خودش نابود کنه به این شکل. این سوال بسیار ویگ است، هر رقم میتونی چیش کنی ببریش. وقتی که انسان کنترل داشته باشه سر هوش مصنوعی به نظر من تا وقتی که اگه هوش مصنوعی باشه و الگوریتم باشه و از این الگوریتم مردم کانفرنس کنن که طفل کم بیاره، فرض مثال طفل کم بیاره. حالا برعکس سوال امی کسای امی ایلان ماسک و امی خود ایلان ماسک چند تا اولاد داره، پاول دیوروف چند تا اولاد داره و بحث که دمی سیلیکون ولی بحثای بسیار داغشون نمیست که میگه سفید پوستا اولادشون نمیارن. زیاد پشت که در ایستن و بسیار تپ تلاششون بیست که مردم سفید پوست باید اولاد بیارن. رو به انقراض هستن. اما از بک‌گراند ببینی میفهمی که برت ریت هم میخوان کم کنن. برت ریت به نظر من یک پیامد ناخواستیش بود. تا یک وقت چی داشتن؟ تا یک وقت سعی میکردن مثلا مقاله 1946 بود که دیده بودم. یک مقاله جالب بود که اول او را UN یک مقاله را نشر میکنه میگه که باید ما چی کنیم. امی تولید مثلا باید یک کم کاهش بدیم با اروپا نه افریقا و کشورهای آسیایی کس. اون زمان بود که به حساب کشورهای آسیایی دیگه
تا یک حد هنوزم زیر سلطه چی بود؟ انگلیس. و چیشون این بود که باید چی کنیم؟ تولید مثل از جا بیش از حد زیاد شده رئیس و این از منیج کردنش مشکل است. اگر بخوایم که به حساب اهلی بسازیم یا متمدن بسازیم یا باید یک کمک نسلشون مکمل باید اول رشدشون یک ذره کم شه و باز چی شود در غیر از او باز به حساب آدمای که متمدن نیست آدمای وحشی بیش از حد میشه آدمای متمدن که ما هستیم روز و روز کمتر. یک بحث جالب بود که باز جالب از چند سال بعدش باز تحقیقات علمی ممرای کمی امی خاص را که داشتن توسط تحقیقات علمی میخواین چی کنن جستیفای کنن که والا زن دختر مثلا باید زود عروسی نکنه چرا که مشکل داره و چون از هر مادر که زیر سن 18 سال ازدواج میکنه 5 تا 18 سال ایمان میمره دیگه زیادترش چای دروغ اطلاعات غلط دیگه چون به خاطر از این اطلاعات غلط چون تحقیقات نو نشان میده که آمار مرگ و میر مادرها مشکلات ولادت زیاد شده در امریکا به خاطر از اینکه سن ازدواج و سن اولاد آوردن چون به طویق میپرتن این مشکل ایجاد میکنه چون زمانی که دختر به بلوغ میرسه اما پیک اوج چیش میباشه فرتیلیتی یا قابلیت باروری شدن نمی داشته باشه تا سن 30 سالگی 90% تخمای زن از بین میره دیگه این من نفهم چطور مرتبط بود با بحث و خیر رفتیم. خب بازم خب گپ خودت خب بازم مثلا نمو برتریت کم میشه دیگه وقتی که نمیالم در طویق انداخته میرن مرج همی ازدواج کردن چقدر حتی در افغانستان نمیال چقدر کم است مردم از بیپولی نمیتونن عروسی کنن نیم مردم کم شده در سالهای خیلی بسیار کم شده اما هنوز آمارش هنوز یعنی چی نکرده به حساب کچاپ نکرده که مثل اوجا واره نکرده خب دوجم خود آمار مثلا آمار سال 2026 شاید 5 سال وقت بگیره که توی جمع آوری کنی در افغانستان شاید ایت نشه 50 سال وقت بری در غور که محمدی نست و گلبودی نست و دیگه بسم الله جان کلش هم یک قد دیگه او را چقدر حساب کنیم چی رقمی حساب کنیم کی حساب میکنه خویی که مثلا کانفرنس بتونن مثلا انسان ها را از طریق الگوریتم کانفرنس بتونن که 100 سال هم وقت بگیره به هوش مصنوعی 100 سال بالاخره از بین میبرن انسان ها اگر از بین نبره کم میکنه وقت کم باشه گپ بیشتر خودم و کنترلش آسان تره. اما جالب است امی چیزایی که فعلا گفتیم خودت چی کردی که یعنی هوش مصنوعی و امی گپا باعث کمتر شدن اولاد امی زیاد اولاد نمیاره کسی از او خاطر نسل کم شده روز به روز رو به انقراض روان هستیم اما یک مشکل بود که یک پدیده بود که بسیار قبل از اینکه هوش مصنوعی برای این مشکل وجود داشت ایره نمیتونیم که با هوش مصنوعی رفت بتیم این موضوع را خب هوش مصنوعی لینک نکردیم او کمتر شدن برتریت که ما با تکنولوژی چی یک لینک کردیم به خاطر که یکی از دلیلای که تخمای مثلا چیزه از بین میبرم سپرمای مرد مثلا تلفن موجهای الکترومغناطیسی داره وقتی که در جیبت باشه نزدیکه دقیقه از خود زیاد چی آمد خیلی بسیار گایدلاین نداره در پادکست گایدلاین نداره بسیار مقبول ما بسیار لذت میبرم از این فضایی که هست خب خواهی یک نفر از چی خارج خواهی او از بین بردن اینمی مسکولینیتی مردا و کم شدن برتریت ما با تکنولوژی وصل کنیم با هوش مصنوعی نه اما جالب است به نظر من مسکولینیتی مردا اونقدر رول نداره که مسکولینیتی زنا در این موضوع رول داره به خاطر از اینکه زیادتر چیزی که در مقالات که نشر میشه زیادتر چیزی را که وارپ میتن میگن چی است زمانی که زنا تحصیلات خود به حساب میخواین که به حساب تحصیل کنن و میخواین که موفق شون یا دیگه ترجیح نمیتن که به حساب چی کنن اولاد بیارن نهایت یک تا یا دو تا اولم وقت برش دادن نمیتونن دیگه او زیاد از مسکولینیتی مردم مسکولین از بیاد مردم بسیار زنان نه این موضوع هم از موضوعی را که خودت هم گفتی خیلی را اما گپ خودت این موضوع هم از که از طریق الگوریتم مثلا چی رقم خصوصا از طریق از این سوشال میدیا بر دوی را میفهمونه بیادر که کل زنا مثلا خراب است یعنی چی رقم مثلا در سوشال میدیا ببینی 90% ویدیوهایی را که میبینی آدمای صحیح نیست این موقع دیگه
کت بیکینی و بیادر سرم اونجا من پیشت و اینمی رقم بر زنا چه قسم کانفرنس میکنه واره که باید مردش باید یک لامبورگینی پیشش باشه باید $1 میلیون در بانکش باشه و یک منشن هم که نداشته باشه تو قابل ارسی کردن نیست که در حالی که نیست موست مردم زیادتر مردم نیست رقم که مثلا کلگی باید لامبورگینی داشته باشه کلگی باید یک جی واگن داشته باشه $1 میلیون هم داشته باشه یعنی می رقم وقتی که کنترل شد وقتی که سر ذهن کار شد مرج کم میشه وقتی که کسی دقیقش نمیشه بخاطر اون توقعاتی که برشان میسازن اون توقعات پورا کردن نمیتونه خصوصا از نگاه از اینمی چی مثلا مرد میخواد که یک آدم یک گذشته خراب نداشته باشه متوجه هستی؟ مرد میخواد زن مرد اما زن میخواد که نفرش طرفش یک آینده صحیح داشته باشه مرد بر زن یک چیگه کس یک کانفلیکت که از بین یک لینک میاره یک شعار است که به خاطر که زیاد کلیک بیت بود زیاد مشهور شد و زیاد مردم ها از این تیت شد در طرف مگم به نظر من چی نیست که زن میخواد آینده مرد زن به نظر من تو یک حد پیچیده است که چی میخواد چرا که از مردا جالب است تحقیقات جنسی را که سر مردا که چی میکردن چیزای بسیار ساده بود و چیزایی بود که ایره البته یک چیز جالبشی بود که دوای وایگرا را وقتی که جور کردن بر شهوت استفاده میکرد برای مردا که دادن نتیجه داد بر زنا که دادن هیچ نتیجه نداد مثل عزیز که دیگه لذت ها مثلا ذائقه و بوی و لمس و چیزایی است که مرد و زن یک رقم است اما در موضوع شهوت که میشه مثل عزیز که برای یک مرد یک نقل بتی شیرین مزید شیرینی دادنش به اما بر زن بتی اون نموی شیرینی را حس نکنه ذائقه مرد و زن در موضوعات شهواتی به مو اندازه متفاوت است دیگه نوعی توقعاتی که با آینده علاقه داره زن یا با گذشته یا با حال پیچیده است ای که زن چی میخواد و چی علاقه داره یعنی تو چی نیست مثل مرد داره که زنم بکره باشه شاید مثلا شاید حالا نتونیم بگیم که این میرقم توقعات اما میتونن کانفرنسشون کنن متوجه هستی میتونن به یک شکل کانفرنسشون کنن که سر فکرشون کار کنن یعنی مثلا سر فکر موضوع کار میکنن متوجه هستی وقتی که میبینی کل جامعه در بیسوری روان است گفته این موضوع زن و مرد خیلی واسه پادکست دیگه انشاءالله چی میکنه به خاطر که بسیار یک موضوع مهم است و موضوع است که بسیار اختلافات در وجود داره بعضی از مردم هستن که مثلا امی فمینیسم که حالا فعلا چی بسیار زیاد مثلا ترند میسازن یا با کلگی میخواین برسانن که مرد زن ایکوال است یعنی هیچ اختلافات نداره اما خداوند در قرآن مرد زن شبیه به شب و روز تشبیه ساخته که یعنی شب و روز اختلافات خدا داره دیگه خیر باز این پادکست انشالله در پادکست آینده این موضوعی ما میخواد بود که خب این بحث سر چی بود؟ این بحث سر هوش مصنوعی بود اما زیادتر سر زن و سر زایمان و سر چیزایی بسیار خوب مرتبط بود جالب بود مرا بسیار خدا کنه برای بیننده خوشایند بوده باشه دیگه کدام بحث نمونده که کاور کنیم خب بریم بخیر دیگه خدافظی کنیم خب تشکر از اینکه تا اینجا تعقیب کردین ویدیو را دیگه نظریاتتون شریک کنین لایک و سابسکرایب و چیزای شما زیادتون نره دیگه خداحافظتون بابای خداحافظ